فقط اجازه نده یه مرد دوبار بهت نه بگه. بار اولش حق طبیعیشه، حق انسانیشه، بهش اجازه میدیم نظرشو بگه. که حالا چطوری میگه آقا ما به هم نمیخوریم، تو خوبی من بدم، تو رو خدا ناراحت نشی ولی من فکر نمیکنم این رابطه به جایی برسه. این چیز اینجوری میگه. نه حرف زدن بلد نیست که، عمدهشون بلد نیستن. سوال میپرسی جواب سربالا میده، جواب تلفنتو درست حسابی نمیده، یا اصلا برات وقت نمیذاره. یا جدیدن یه چوسبازی جدید یاد گرفتن، میگن ما کمیستریمون به هم دیگه نمیخوره. اینو نمیدونم کی یادشون داده. خلاصه اگر با زبون بی زبونی یا با زبونی بهت گفت نه، اجازه نمیدی به بار دوم بکشه، چون اون وقت هوا برشون میداره. فکر میکنن واقعا پخ خاصی هستن. چرا؟ چون مردم مثل ما زنا عادت ندارن وقتی راه میره دفعه 10 نفر دنبالش بیفتن بگن خانم خوشگله، خانم خوشگله، یا به محض اینکه پیج اینستاگرام میزنن 500 تا فالو ریکوست بگیرن، تا دیپلم گرفتن خواستگار در خونه‌شون رو بزنه، یا از این ور اونور پیشنهاد دوستی بگیرن. ندیدن آقا، ندیدن. میگن از نخورده بگی بده به خورده. اینا تا بخوام بزرگ بشن فقط یه مامانشون قربون صدقه‌شون رفته. با قربون صدقه همون یه نفرم با توهم اینکه واقعا دودولشون تلاس بزرگ شدن. مثل ما زنا عادت ندارن دائما درخواست عشق و محبت بگیرن و دائما رد بکنن. یه بار که محلت نداد به جای اینکه بری کنار یه تکست بلند بالا بنویسی چرا این کاری کردی، من توقع کار اصلا نداشتم، واقعا من انتظارش نداشتم، برای چی کارو با من کردی، من عاشقت بودم، هوا برش میداره. یه دفعه فکر میکنه جدی یوزارسیفه. رو ندید بهشون بابا. گفت نمیخوام، نمیدونم، نمیتونم، حالا فعلا نه. بیا یکم به همدیگه وقت بدیم، بیا یکم به همدیگه فضا بدیم. با مامانم اینا رو راضی کنم و انواع اقسام چرت و پرتای مشابه بهش میگی بای.